به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای بنیادکاری و آبادانی در همه شهر و ناحیه و جماعت‌های دهات وسعت تازه گرفته، با استفاده از سرچشمه‌های مختلف مبلغ‌گذاری، بهره سری وقت و با صفت بلند ساخته به استفاده دادن انشاءات‌های جشنی در نقشه کاری قرار داشته، عزم تلاش کرده می‌شود. مثلا در ناحیه سپتمن از 635 عدد انشاءات‌های جشنی مربوط به ساحه معارف و تندرستی، ورزشی و فرهنگی و کار و خدمت رسانی 559 عددش مورد استفاده قرار داده شده. در 76 انشاءاتی باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. در ردیف چنین آبادکاری‌ها به ساحه معارف نیز اهمیت خاص ظاهر گردیده. الحال در ناحیه سپتمن ساختمان بنای علاوگی یکچند مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ادامه داشته انتظاری می‌رود که انشاءات‌های مذکور در عرف 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شوند. امروز با دستور سپارش ها و سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت در هم ناحیه ها شهر و نواحی کارهای آبادانی بنیادکاری با مرام ادامه دارند. از جمله در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 بنیاد صنفخانه علاوگی برای در 2 بست قریب 1000 نفر بنیاد کرده ایستادند. امروز کارهای ساختمانی آغاز گردیده است. به طریق حشر این مؤسسه بنیاد می‌گردد. باید تذکر داد که با آغاز ساختمان بنای علاوگی مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 3, 9, 15, 19 و 20 ناحیه سپتمن از طرف رئیس ولایت رجب احمدزاده سنگ اساس گذاشته شده است و من بعد نیز روند کارهای ساختمانی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتنش تحت نظارت دائمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت قرار خواهد گرفت.